سلام به همه شما آرام خوابیای عزیز، امیدوارم عالی باشید. محافظ بالش آرامند یکی از نیازهای روزانه همه ماه. دلیلش رو بهتون میگم. ببینید، اولا که بسته‌بندی محصول به این صورته که میبینید کاملا شیرینگ شده و کاملا هم بهداشتیه. در هر بسته‌ای یک عدد قرار داره، سایز 50 در 70. ببینید، ما در طول شبانه روز زمانی که از بالشمون استفاده میکنیم، خواهی نخواهی هر چقدر هم که بهداشت فردی را رعایت بکنیم، بعد از مدتی استفاده سرمون عرق میکنه و بالشمون زرد میشه و کثیف میشه. ولی اگه محافظ بالش آرامند داشته باشیم این اتفاق براش نمیفته. من براتون بازش میکنم که شما داخل محصول را ببینید و کاملا متوجه کیفیت و نوع پارچه هم باشید. علاوه بر بسته‌بندی روی شیرینگ بود و کاملا بهداشتی، خود محافظ بالش آرامند داخل یه پلاستیک جدایی قرار داره که هیچگونه گرد و غباری بهش وارد نشه. محصولی که شما باز میکنید همچین محافظ بالشی میبینید. داخل این پارچه با کلا روبه هایی که شما در بازار میبینین متفاوته. ببینید، این پارچه حله‌ایه، حالا جنسش هم من از نزدیک بهتون نشون میدم، و پشت پارچه کاملا لامینت میشه. لامینت شدن پارچه به منظور اینه که اگر آب و عرق و کثیفی روی بالش شما ریخ، این محافظت کنه و اجازه نده که این عرق و کثیفی به داخل بالش نفوذ کنه. بنابراین شما نیازی هم نیست که هیچ زمانی بالشتون رو بشورید، چون همینطور که میدونید هم فرایند شستشوی بالش خیلی زمان بره، همین که بالش دیگه اون کیفیت اولیه رو از دست میده. شما هر چقدر که بالش رو بشورید افت کیفیتش چند برابر میشه. و در موارد خاص مثل بالش های طبی هم مشکلی که ما داریم اینه که کلا بالش طبی رو شما نمیتونید بشورید و اون مموری فومه قدغنه که بهش آب برسه. بنابراین میتونید با تهیه یه محافظ بالش آرامند کاملا این نیاز تمیزی را شما داشته باشید و هیچ زمانی احتیاج به شستشوی بالشتون هم نیست. در ضمن این محافظ بالش 1 سال هم ضمانت تعویض داره، سایزش هم 70 در 50. یه روز خوب از شب قبل شروع میشه.